با عرض سلام خدمت دوستان، مدیم با جلسه دوم آموزش به سبک نوین بریم که آموزشش رو داشته باشیم. خب ببینید دوستان، جلسه قبل ما در مورد کندل ها و انواع کندلی که ما قراره ازش استفاده کنیم صحبت کردیم. پینبار بود و کندل تاییدیه و کندل داجی. ما به غیر از این با هیچ کندل دیگه کاری نداریم. امروز میخوایم در مورد انواع روند ما صحبت کنیم. روندهایی که ما تو مارکت داریم 3 نوع هستند. یکی روند رنج هستش. ببینید اینجوری قیمت به این تر و تمیزیام نیستا، منتها یه سقف میزنه، یه کف میزنه، اینجوری میاد وسط. مثلا روند پیچیده هم داریم، رنج مثلا کثیف هم داریم، حالا کاری ندارم، بالاخره روندیه که همینجوری مثلا نرفته بالا یا بیاد پایین. این یه روند رنج هستش. این کوچیکش کنم، به 3 تاش هم یه جا بکشیم. یه روند دیگه داریم با عنوان روند صعودی، مثلا اینجوری. خب این یه روند صعودیه. اینم یه روند نزولیه. من اینو یه لحظه یه ذره بکشم پایین‌تر. خب اینم یه روند نزولی داریم. خب کلیت روندهایی که ما داریم 3 نوع هستش. یه روند رنج داریم مثل همین این، یه روند صعودی داریم و با یک روند نزولی. منتها ما روندهایی که داریم، مثلا روند صعودی که داریم 2 نوع روند داریم. این روند صعودی میتونه صعودی پرقدرت باشه و صعودی ضعیف باشه. حالا میخوام 2 تا روند صعودی واسهتون بکشم. ببینید اولین روندی که میخوام واسهتون بکشم صعودی پرقدرت هستش. یعنی زمانی که این سقف هایی که میشکنه میره بالاتر، خب تو پولبکش که میخواد بیاد پایین تر به این سقف نمیرسه. سقف بالاتر، کف بالاتر. ببینید اینجوری ما بکشیم. ببینید اینجا کف بالاتر داریم، سقف بالاتر داریم، کف بالاتر داریم، سقف بالاتر داریم. خب حالا هایر های، هایر لوور های، لوور های، هایر لو، هایر لو، هایر های، هایر های. اون کاری نداریم، با اصطلاح دیگه کاری نداریم. خب اما زمانی که میاد اصلاح میکنه به اون کف بالاتری که شکسته، به اون سقف بالاتری که شکسته نمیرسه و این یعنی روند صعودی پرقدرت. یه روند ضعیف هم داریم مثل همین. ببینید اینجوری میاد اصلاح میکنه، سقف رو میشکنه، بعد دوباره میاد اصلاح میکنه، سقف رو میشکنه، اصلاح میکنه و میره بالاتر. الان ما بخوایم بیایم اینو ترسیمش کنیم، سقف این سوینگی که ما داشتیم اینجوری شکسته، خب در برگشتش اومده باز دوباره به اون سقف شکسته شده پولبک زده. اینجا هم همین اتفاق افتاده. ببینید اینجا همین اتفاق افتاده، اومده پولبک زده و ما میگیم این روند صعودی ضعیف هستش. برعکسش هم در روندهای نزولی وجود داره، یعنی روند صعودی پرقدرت و روند نزولی پرقدرت و روند نزولی ضعیف. ما 2 تا روند داشتیم، روند صعودی، روند نزولی. 3 تا روند رنج. روند صعودی قوی، ضعیف، روند نزولی هم قوی، ضعیف. خب دیگه حالا اونو رسمش نمی کنم دیگه.
الان ما یه کاری که میخوام بکنیم بذار اینم ترسیمش بکنیم. حالا شما بعدا نگید که مثلا روند صعودی نزولی رو ما رسمش نکردیم. ما 2 تا روند صعودی رسم کردیم، درسته؟ الان 2 تا روند نزولی میخوایم رسمش کنیم. ببینید این روند نزولی پرقدرت هستش. چرا؟ چون کفهای پایین تری که میزنه و سقفهای پایین تری که میزنه تو پولبکشون نمیره که بهشون برسه. مثلا اینجا ببینید این تو پولبکش نمیره، اون کف آخری که زده، کف پایین تری که زده نمیره که بهش پولبک بزنه، اصلا نمیرسه بهش. چون فروشنده ها اینجا خیلی پرقدرت بودن، سلرها قدرت زیادی نسبت به بایرها دارن، به خاطر اون قیمت خیلی با شتاب و مومنتوم قوی میریزه پایین. الان ما بیایم مثلا یه روند نزولی ضعیف رو رسم کنیم، مثل همین. اینم یه روند نزولی ضعیف که ما میایم ببینید اینجا زمانی که کف آخر کف پایین شکسته میاد یه کف جدید میزنه، تو پولبکش میره کف قبلی رو تاچ میکنه، بعد میاد پایین تر، باز دوباره همین اتفاق اینجا هم میفته. خب اینجا ما میگیم که روند نزولیمون ضعیف هستش و بایرها نسبت به سلرها دارن قدرت بیشتری پیدا میکنن و احتمال این هستش که روندمون برگرده. حالا نمیگیم 300% برمیگرده ها، نه، و احتمالش هستش که اینا اتفاق بیفته. خب یه چند تا مثالم از رو چارت بزنیم. من تو چارت طلا هستم. حالا ما چارت های دیگر هم بررسی میکنیم. ما مثلا تو چارت بیت کوین رو بررسی میکنیم، داو جونز رو بررسی میکنیم و حالا رمزارزها رو مگه خواستید، مثلا چارت خواستید مثلا می‌خواستید روش کار بکنید، یا میتونید تو کامنت ها بنویسید، ما روی چارت هم کار میکنیم. البته یه سری رمز ارزها هستن که واقعا چارتشون تحلیل پذیر نیست، هم پای الکی میکنن و زیاد جالب نیستن. خب ببینید اینجا یه روند نزولی پرقدرت و حالت اسپایک داریم ما. ببینید اینجا خیلی پرقدرت بوده، ولی از اینجا به بعدش حالت کانال پیدا کرده. حالا چرخه های مارکت رو جلسات آینده حتما بهتون توضیح میدم و بیشتر باش آشنا میشین و میبینین که خیلی راحت میشه چرخه مارکت رو تشخیص داد که قیمت الان در چه چرخه‌ای هستش. اینجا حالت نزولی پرقدرت داریم و اینجا باز دوباره نزولی پرقدرت داریم. اینجا ما بخوایم ترسیم کنیم، مثلا یه ذره اینجا حالت چرخه داریم، چرخه رنج داریم ما. ببینید اینجا روندمون رنجه، مثلا میاد یه سقف میخوره به سقف، میاد میخوره به کف، باز دوباره میره میخوره به سقف، باز دوباره. حالا اینجا مثلا کثیف بوده دیگه، مثلا اینجا خود اینجا هم یه حالت رنج دیگه داره. خب اینجا حالت رنج دیگه، مثلا کف و سقف های میزنه و تموم میشه میره پیکارش. ولی ما میایم زمانی که این حالت رنجی که ما داشتیم، مثلا به محض اینکه این حالت رنجمون میشکنه، ببینید اینجا حالت نزولی قوی داریم. ببینید میخوام این رو من که کشیدم، خب من الان اینو میکشم پایین این کنار. ببینید اینجا زمانی که ما کفمون میشکنه، مثلا این کفی داشتیم که شکست، ما اینو از همونجا کشیدیم دیگه، درسته؟ در برگشتش نمیرسه بهش، چون قدرت فروشنده ها سلرها زیاد هستش. به خاطر این ما میگیم که روند نزولیمون پرقدرت هستش. مثلا یه نمونم اینجا داریم. ببینید اینجا خیلی روندمون نزولی پرقدرت هستش
ببینید من اینم باز بکشم اینجا، ببینید اینجا کف داریم، کفمون میشکنه، بعد دوباره میاد یه کف جدید تشکیل میده و تو برگشتش به کف قبلی نمیرسه، چون قدرت فروشنده ها اینجا زیاد هستش و باز دوباره همین اتفاق اینجا هم افتاده، یه کف جدید زده، یه پولبک، تو پولبکش باز دوباره به اون کفه نمیرسه. این همین اینجایی که ما رسمش کردیم. دیگه چارت زنده دارم توضیح میدم که روند پرقدرت چی میتونه باشه. یکی هم تو روند صعودی اینجا مثلا میتونیم اینو داشته باشیم، ببینید اینجا، ببینید اینجا تا اینجا که خیلی روند صعودی پرقدرتی بوده، از اینجا دیگه آروم آروم داره ضعیف میشه که بره که روندش رو تغییر بده. مثلا یه نمونه همینجا، ببینید اینجا یه روند صعودی خیلی پرقدرت هست، قدرت خریدارها و بایرها خیلی زیاده. ببینید من اینو الان بکشم این بر، خب ببینید اینجا یه سقفی شکسته و دوباره رفته یه سقف جدید زده، در برگشت و پولبکش به این سقف قبلی که شکسته نرسیده. پس این روند پرقدرتی هستش، روند صعودی پرقدرت. ولی اینجا روند پرقدرتی نیست، این روند صعودی ها، خب ولی اینجاها روند صعودی ضعیف هست. مثلا یک دو نمونه، حالا مثلا اینجا ببینید اینجا روند صعودیه، خب منتها روند صعودی پرقدرتی نیست، چون پولبک های داخلی زده، مثلا یه لگی زده و دوباره اومده پولبک زده و دوباره رفته بالا پولبک زده، همینجوری به اون سقف و کف هایی که میشکنه در هم، حالا به اونجاها پولبک میزنه. مثلا این یه نمونه اینجا، مثلا ببینید روند مثلا اینجوری، خب ببینید این یه روند نزولیه ولی پرقدرت نیست. درسته دوباره اومده یه لگی ریخته و این کاری نداریم، اون بحثش جداست، ولی خود این لگی که الان اینجاست، ببینید اینو من بکشم اینور توضیح بدم. ببینید مثلا یه کفی زده، خب الان مثلا کفی اینجا زده بود، بعد اومده یه برگشتی به اون زده و دوباره برگشتش رو اومده یه کف هایی که زده و اون سقف هایی که زده پرقدرت نیست. یا مثلا اینجا یه روند صعودی داریم ما، ولی روند صعودی پرقدرتی نیست، چون پول بده و پولبکی که به این اون سقفایی که میشکنه پولبک میزنه. مثلا اینجا یه سقفی شکسته، باز دوباره اومده رفته به اون پولبک زده، یا مثلا اینجا یه سقفی شکسته اومده پولبک زده. بعد اینم از روندها. اینجا حالت رنج داریم، مثلا اینجا حالت رنجی داریم ما که رنج کثیفی هم هستش که مثلا باید با احتیاط اینجا معامله بشه. مثلا اینجا روند نزولی پرقدرت داریم، خب اینجاها، ولی از این به بعد دیگه حالت نزولی ضعیف داریم. ببینید اینجوری مثلا ما بخوایم ترسیمش بکنیم، مثلا حالت نزولی ضعیف داریم. ببینید اینجوری، ببینید اینجاها خیلی جالب. یا مثلا خود اینجا روند صعودی پرقدرت هستش. اینا مثال هاییه که من دارم میزنم، شما برید تمرین بکنید تا نتیجه خوبی ازش بگیرید. حالا قشنگ نکشیدیم ولی خب برات کشیدیم. اینم از جلسه امروزمون که معرفی انواع روند بود. لایک و کامنت و شیر و سابسکرایب و اینا دیگه فراموش نشه. بعد حتما برای اینکه از ما حمایت بکنید کانالمون رو سابسکرایب بکنید، لایک و کامنت و شیر هم فراموش نکنید، دکمه زنگوله هم فعال کنید تا جلسه بعدی که آپلود میکنیم زودتر نمایش داده بشه واسهتون. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.